همینه که در امروزه میبینه که بعضی ها عرق نوشیدن میبرند از مبارزه و از چی گپ میزنن. به خاطر چی این کارا میکنن؟ در همین مبارزه ما بنگ از دست میبره، در پخش مستقیم میبره صحبت میکنه، بحث میکنه. عرق خورده است میبره در پخش مستقیم هم صحبت میکنه. به خاطر چی است؟ به خاطر آبروی یک مبارز از بین بردن است که یک مبارز این است، این همی است، زیناکار هست، عرقخور هست، نمیفهمم بنگزن هست، همه گهخور هست. این کاری این گونه اشخاصی که این کار را میکنن هدفشون بد ساختن راه یک مبارز است، یک چهره مبارز نشان داده که این مبارز نیست، یک عرقخور مینوش این همی کیفش میته، این همینجا میبره دو نقطه را مینوشه بعد میبره صحبت میکنه. این عادی سازی پس زدن است و باید که این گونه انسان ها وقتی که شأن شرفی انسانیت رو پس میزنن باید که از بین، یعنی از جامعه دور کرده شود. برای اینها مکان و چی باید نداد. باید امروز یک انسان میبره حرف زده نمیتونه، برای مسخره کردن همون او را شهرت میتید. او فردا شهرت کرد و جامعه ما چی میتید؟ امروز بی‌سوادها در جامعه ما شهرت پیدا کردن و بی‌سوادها در جامعه ما پل میوند، دورو میشوند. از طریق چی؟ از طریق این همین نفرایی که مردم مسخره شو میکنن، اونها میرن و اونا که پلدار شدن، یک کسی که 10 سال 20 سال 50 سال درس خونده است و یک انسانی که دیوانه است، اصلا نه عقل داره، نه تمیز داره، نه مدنیت داره و چرت الا من اینجایم الا من اونجایم میگیرد مثلا 50,000 سومونی و یک نفری که پروفسور است میاد در میمره از کار 5,000 سومونی میگیرد. بعد آینده نسل چگونه درس بخواند؟ تو وقتی که میبینی یک نفر با ای کردن 50,000 میواد و تو اینقدر درس خونده 5,000 میگیری، تو چگونه نسلی آینده برای قدمش میره؟ برای او ایدوک میره که برای علم دانش. پس برای همین باید ما امروز تمامی تلاش را بکنیم که چه در راه مبارزه‌ای که هستیم و چهره‌هایی که امروز مخالفا را در میدان این مبارزه نشان میدهند آشنا بسازیم که در راه مبارزه انسان‌های صادق، توانمند و هستند و برای آینده این ملت از راه درست مبارزه میبرند، نه اون اشخاصی را که امروز به اون ماده هایی که گرفتار شدن که دیگر میبرایند آبروی مبارزه، شأن شرفی مبارزه، شأن شرفی مجاهد از بین میبرند. اونها نیستند. اینجا انسان‌های مقدس، پاک و تازه و تمیز هستند که در راه راستی و رسیدن به وطن و آزاد مبارزه میبرند و جان خود فدا کردند. ولی هر کسی که از همین صفت ماده‌گرایی که حکومت امروز جاری کرده است و به او داده شدن در این جمعیت مبارزه میبرند و هدفشون هم پس کردن این همین راه مبارزه هست، با اونو داده نشوید. چون ما امروز در مخالفت حکمت نداریم که بیاییم یک نفر را که امروز بنگ میزند، عرق میخورد، زنا میکند، بیاید در مقابل همچون مخالف میاد باز در اینجا بحث میکند، آبرو و شأن شرفی مبارزه را میبرد، ما کار انجام بدیم. ولی فردا در تلویزیون‌های دولتی و رسمی هیچ وقتی که چنین اشخاص جای پیدا نمیکنند و اگر تو امروز صحبت کردنی باید با چهره تمیز، آبروی تمیز و دارای فکری تازه و برای در اینجا صحبت کنی. تو اینه که مردم از یک چیز بیاموزن، مدنیت بگیرن، اخلاق بیاموزن، نه اینه که فقط هدف تو یا بد ساختن، ماده‌گرایی، پخش کردن فساد